رقابت آشکارای نغمه با آریانا سعید در امریکا، گفته‌های تازه بانو نغمه بر علیه آریانا سعید و جواب جنجالی و دور از تصور آریانا سعید برای نغمه چرا با آریانا سعید رقابت دارد؟ سطح هنری کدام یک از اینها بهتر است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی، نثار هر یک از شما همراهان گل کانال دنیا اینفو. من مرورید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار بدید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. بانو نغمه یکی از هنرمندان بی‌بدیل، تاریخ ساز و ناماشنای کشور ماست که وی شهرت و محبوبیت هنری خوبی دارد. نغمه عاشقانه از سن نوجوانی شروع به سرودن آهنگ کرد و دل میلیون ها افغان را تاکنون از آن خود کرده است. نغمه نه تنها هنرمند افغانی است، بلکه مردم پاکستان هم علاقه فراوانی به صدا و سیمای این هنرمند دارند. بانو نغمه چند مدت می شود کاملا از هنر موسیقی بدور است. دلیل دوری نغمه از هنر موسیقی تا کنون معلوم نشده است، ولی کارهای هنری وی بارها مورد حمایت و تشویق گسترده افغانها قرار گرفته است. تازه تصاویر نغمه در صفحات مجازی نشر می شود که وی رقابت آشکارای خودش را با آریانا سعید، هنرمند بی‌بدیل افغانستان، اعلان کرده است. این همه در حالی است که آریانا را می توان هنرمند تازه کار در هنر موسیقی افغانستان خطاب کرد، ولی بانو نغمه از جمله هنرمندان سابق قدار کشور است که نامش با قلم زرین در هنر موسیقی افغانستان حک شده است، ولی تاکنون آریانا جوابی برای بانو نغمه نداده است و این دو تاکنون دیگر رابطه هنری نداشتند. ولی ما در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از بانو نغمه و آریانا سعید خواهیم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان نغمه و آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضو شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درودی دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.